صبح 1 سال 2024 تقریبا ساعت 07:00 دقیقه راننده автомашین تمغه اوپل شریپوف دولت محمد سال تولدش 1977 ساکن نویه مشچو هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد جماعت دیوت نوبهار نویه مشچو از اوده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به کنار روی مقابل سمت حرکت برآمده دوچرخران اگنبردیف مقصود سال تولدش 1988 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخران اگنبردیف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. باز صبح 1 سال 2024 تقریبا ساعت 05:40 دقیقه راننده автомашین تمغه دایملر بنز جابرزاده نظامی‌دین سال تولدش 1992 ساکن شهر نورک هنگام حرکت از سمت شهر نورک به سمت شهر دوشنبه در کیلومتر 48 به سمت مقابل رو برآمده به автомашین تمغه تویوتا تحت دوره نموزلی حسن سال تولدش 1991 ساکن نویه شمس‌الدین نشوین برخورده. سپس باز به автомашین تمغه مرسدس بنز که از سمت شهر نورک به سمت شهر دوشنبه حرکت میکرد برخورده آن را چپ کرده است. در نتیجه مسافر автомашین تمغه دایملر بنز باباخانوف دولت علی سال تولدش 1975 ساکن نویه خوورینگ جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. راننده автомашین تمغه دایملر بنز جابرزاده و مسافرش تقویف محمد سال تولدش 2006 و راننده автомашین تمغه تویوتا نموزلی جراحت‌های جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. اوید به این حادثه و تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه شامنصور با عریضه مرد 38 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که 6 سال 2024 تقریبا ساعت 11:30 دقیقه هنگام در کوچه نثار محمدی پایتخت قرار داشتنش شخص نامعلوم به یگان اساس او را لطکوب نموده با راه آشکارا از دستش یک عدد تلفن موبیلی تمغه هونور 10 و 1400 سومونی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 27 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شد. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نویه فردوسی عریضه زن 26 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که 30 اپریل سال 2024 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد نقطه فروش لباس‌های زنانه شده از آنجا 13000 سومونی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذرانیدن چاره‌بینی و اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 و 21 ساله ساکنان شهر استرافشان با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید بین حادثه و تفتیشات ادامه دارد.